افغانستان تو چی از انگلیسی چی کم دارید؟ انگلیسی دو تا چهار تا چشم داره، انگلیسی چهار تا مغز داره، یا آمریکایی نمیدونم سرش یک سر است. حالی من که شما را میبینم با اونا هیچ فرق ندارید، اما اونا منافع ملیشان میبینن، اونا سر نفسشان تسلط دارد، اونا بر اساس قوم و مذهب و زبان و منطقه و پول تصمیم نمیگیرن. اگر ما همو حدیث شریفه که بزرگترین جهاد علیه نفس است واقعا عملی کنیم، ما میتونیم اداره کشور را به دست بگیریم. قانون اساسی به ما این صلاحیت را دادن. بنابراین گله کردن از والی، نمیدونم از رئیس جمهور، از وزیر، از فلان رئیس کدوم اداره‌گک، این یک نوع اولسی جرگرخانه به اصطلاح ملت را که صدای ملت خاموش میشه به یک گله خانه، پوسپسک خانه و متاسفانه شکایتخانه تبدیل کرده. در خود اگر تغییر نیارین، امو جمله قرآن شریف هم هست، ما نمیتونیم که در هیچ جایی کشور تغییر بیاریم. تشکر از توجهتون. تشکر بسیار.